شکلات دبی درست کن عشق دادش. رو چشم عشق دادش. این شکلات بری دبی 1.500 فشار میدن تو پاچمون. ولی تا توانی در جوانی منت چاکلت نکش. شکلات شیری یا تلخ هر چی عشقته. همه رو خورد کن و رو بخار کتری آبش کن. کره پسته آماده یا خودت بگیر. بریز داخل ظرف و بهش ارده و 2 قاشق پودر قند اضاف کن و تا خود صبح بزن. داداش صبح بسه. رشته کاداییف رو با کره حسابی تو مایتابه تفت بده. تا از کاداییف تغییر لوکیشن بده به نگاتیو. اضاف کن به معجون تا دوباره به همش. هر قالبی دوست داشتی بیار. یکم شکلات رنگی یا رنگ خوراکی، ورق طلا واسه چوسی کار، یه لایه ریز شکلات و صافش کن و بذار توی یخچال لالا کنه. امروز جمعه است مامان، بذار بخوابم. حالا یه لایه سوخت تانک، دوباره یه لایه شکلات. برو بخواب توی یخچال. بعد نیم ساعت اینجوری باید خوشگل بود. و بیه شکلات دبی ما آماده است. درسته نرفتیم دبی، ولی دبی اومد تو. اینا خوردی خودتو با زنجیر ببند چون بیش از 100 گرمه.